طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با مساعدت سفارت جمهوری تاجیکستان در انقره، سفر هیئت با نفوذ حکومتی و تجارتی ولایت ختلان تحت راهبری رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده به جمهوری ترکیه جهت براهماندن همکاری‌های سودمند، گسترش دادن مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی با منطقه و شهرهای غزیانتپ، قهرمانمرش، بورسا و استانبول به نقشه گرفته شده بود. ضمن سفر کاری که از 11 سپتامبر شروع گردید، هیئت ولایت ختلان از کارخانه‌های صنعتی از جمله کارخانه و کارگاه‌های نساجی، قالین بافی، پایافزال‌دوزی، استحصال مبل، استحصال محصولات خوراکواری و کارکرد اشیاء خام گوناگون بازدید به عمل آورده تجربه ترکیه را در سمت تشکیل منطقه‌های صنعتی مورد آموزش قرار دادند. از جمله 13 سپتامبر در دوره سفر هیئت ولایت ختلان به جمهوری ترکیه وخوری رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده با رئیس ناحیه آنیکی شوبت حنیفی محچیچک صورت گرفت. در این ملاقات سفیر جمهوری تاجیکستان در انقره اشرف جان گلوف، رئیسان شهرهای باختر، کلاب، ناحیه‌های دنغره، کوشانیان، جلال‌الدین بلخی، وخش و بلجوان، اینچنین مسئولان ریاست‌های رشد اقتصاد و سودا، سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، پالات سودا و صنعت ولایت ختلان اشتراک داشتند. رئیس ناحیه آنیکی شوبت حنیفی محچیچک با تاکید به کشور دوست و برادر بودن تاجیکستان قید نمود که شریکی متقابلا سودمند و فعالیت مشترک ترکیه و تاجیکستان در سمت‌های گوناگون به شرافت سیاست پیشگرفته سران دولت‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ترکیه محترم رجب طیب اردوغان رشد یافته ایستادند. جناب حنیفی محچیچک از جانب ولایت ختلان دعوت کرد که در نمایشگاه بین‌المللی باغپروری اکسپو 2023 که سال آینده در شهر قهرمانمرش برگزار می شود اشتراک نمایند. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده قید نمود که ولایت ختلان با نظرداشت دستور هدایت و توصیه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سعی و کوشش دارند که همکاری های متقابلا سودمند را در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی به مناطق ترکیه تحکیم بخشند. با این مقصد برای شناسایی با دستاوردهای ساحه کشاورزی، رشد صنعت سبک و خوراکواری، هنرمندی، اینچنین رشد من بعده همکاری های تجارتی، تأسیس کارخانه‌های مشترک و جلب سرمایه ترکی به اقتصاد ولایت ختلان به جمهوری ترکیه تشریف آوردیم. ابراز داشتند قربان حکیمزاده. در ملاقات ذکر شد که تا امروز با سرمایه‌گذاری مشترک و یا تنها سرمایه ترکی در قلمرو تاجیکستان تقریبا 80 کارخانه در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات بخصوص در سمت استحصال محصولات تیار فعالیت می‌کنند. با مقصد توسعه همکاری بین منطقه‌های دو کشور امروز میان مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنغره و ناحیه آنیکی شوبت قهرمانمرش یادداشت تفاهم به امضا رسید. در شهر قهرمانمرش وخوری هیئت ولایت ختلان تحت راهبری قربان حکیمزاده با پرزیدنت پالات سودا و صنعت شهر قهرمانمرش شاهین بلجی‌آلو برگزار گردید. در ابتدای ملاقات قید گردید که در مناسبت‌های بین دولتی تاجیکستان و ترکیه امروز فضای مساعد اعتماد، زمینه ضروری سیاسی و حقوقی و وسیله‌های تامین همکاری‌های متقابلا سودمند فراهم آورده شده است. تنها در سال گذشته واردات سرمایه مستقیم ترکی بیش از 25 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده. این نشان داد نظر به سالهای 2015-2020 به طور نظررس افزایش یافته است. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده قید کرد که ختلان یک از مرکزهای رشد یافته اگراری و صنعتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. در ولایت ساحه کشاورزی یک از سمت‌های افضلیت‌ناک و پیشبرنده محسوب یافته نزدیک 70,000 خواجگی‌های کشاورزی فعالیت دارند و حصه ولایت در مجموع عمومی محصولات کشاورزی مملکت 52% را تشکیل می‌دهد. صنعت ولایت را حدود 700 کارخانه کارگاه‌های خرد و کلان نمایندگی می‌کنند که بیش از 220 نمود محصولات صنعتی استحصال می‌نمایند. در ولایت صنعت کوهی، انرژتیکا، صنعت خوراکواری، مسائل ساختمانی و صنعت سبک رشد یافته. سال 2021 حجم عمومی استحصال محصولات صنعتی به 1 میلیارد دلار آمریکایی برابر شد. در ملاقات ذکر شد که در شرایط رشد معاصر اقتصادی دریافت شریکان همکاری و بازارهای نو، تهیه لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه خارجی خیلی مهم میباشد. اظهار اطمینان کرده شد که رابطه‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند به منفعت دو دولت و خلق‌های دوست و برادر آینده نیک داشته جانب‌ها همکاری را در این سمت گسترش خواهند داد. در نتیجه ملاقات میان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کشانیان و پالات سودا و صنعت شهر قهرمانمرش یادداشت تفاهم به امضا رسید. در مناسبت‌های بین دولتی تاجیکستان و ترکیه
امروز فضای مساعد اعتماد، زمینه ضروری سیاسی و حقوقی و وسیله‌های تامین همکاری متقابلا سودمند فراهم آورده شده است. تنها در سال گذشته واردات سرمایه مستقیم ترکی بیش از 25 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده. این نشان داد نظر به سالهای 2015-2020 به طور نظررس افزایش یافته است. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده قید کرد که ختلان یک از مرکزهای رشد یافته اگراری و صنعتی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. در ولایت ختلان صنعت کوهی، انرژتیکا، صنعت خوراکباری، مسائل ساختمانی و صنعت سبک رشد یافته. سال 2021 حجم عمومی 3 سال محصولات صنعتی به 1 میلیارد دلار آمریکایی برابر شد. در شرایط رشد معاصر اقتصادی، دریافت شریکان همکار و بازارهای نو، تهیه لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه خارجی خیلی مهم میباشد. رابطه‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند به منفعت دو دولت و خلق‌های دوست و برادر آینده نیک داشته، جانب‌ها همکاری را در این سمت گسترش خواهند داد. در شهر غازیانتپ ترکیه فورم بین منطقوی صاحبکاران ولایت ختلان تاجیکستان و غازیانتپ ترکیه برگزار گردید. در مراسم افتتاح فورم رهبرت شهر غازیانتپ، پالات سودای غازیانتپ، سفیر تاجیکستان در انقره اشرف جان گلوف و رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده دایر به امکانات‌های سرمایه‌گذاری، همکاری در سمت رشد صنعت، ظرفیت‌های اقتصادی، مضافات‌های هر دو کشور سخنرانی کردند. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده جهت فراهم آوردن شرایط مساعد و در سطح بلند تشکیلی برگزار نمودن فورم بین منطقوی صاحبکاران ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان و شهر غازیانتپ جمهوری ترکیه با کمیته تدارکات رهبرت ولایت و شهر غازیانتپ عرض سپاس نمود. قید گردید که در رشد همکاری اقتصادی میان دو کشور کمیته بین حکومتی تاجیکستان و ترکیه اوید به همکاری‌های اقتصادی نقش مهم دارد و تا امروز 11 نشست کمیسیه در دوشنبه و انقره برگزار گردیده است. به همین شکل برگزاری بیزنس فورم و نمایش واقعی‌های اقتصادی باعث به آن گردیده است که همساله سرچشمه‌های نوی همکاری میان هر دو جانب مورد استفاده قرار گیرد. از جمله جلب سرمایه ترکیه به جمهوری تاجیکستان افزایش یافته. نقش صاحبکاران این کشور با استفاده از فضای مساعد سرمایه‌گذاری تاجیکستان در عملی سازی طرح‌های مشترک راهسازی، ساختمان، معماری، صنعت و تندرستی زیاد گردیده ایستاده است. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده ذکر کرد که جمهوری تاجیکستان برای دستگیری و جلب سرمایه شرایط مساعد فراهم آورده و منطقه‌های آزاد اقتصادی تشکیل نموده است. اینچنین از امتیازهای اندازی و گمرکی نیز آنها برخوردارند. چنین امکانات را سرمایه‌گذاران جمهوری ترکیه در دوره سیاست سران هر دو دولت ثمرانک استفاده میبرند. قربان علی قربانزاده سردار ریاست سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی ولایت ختلان در فورم امکانات‌های اقتصادی، تجارتی و سیاحی ولایت را رونمایی کرد. پس از قسمت افتتاحی فورم بین منطقوی میان دایره صاحبکاران ولایت ختلان و شهر غازیانتپ ملاقات‌های انفرادی یعنی بی تو بی برگزار گردیده یک قطار صنعت‌های همکاری و یادداشت‌های تفاهم به امضا رسیدند. یادآور می‌شیم که هیئت ولایت ختلان با مقصد شناسایی با دستاوردهای ساحه کشاورزی، رشد صنعت سبک و خوراکباری، هنرمندی، اینچنین رشد منبع‌های همکاری‌های تجارتی، تأسیس کارخانه‌های مشترک و جلب سرمایه ترکی به اقتصاد ولایت ختلان تا سنه 18 سپتامبر در جمهوری ترکیه قرار دارند.